به فکر تغییر باشید. هر وقت اوضاع خوبه گول نخورید، این یه تله است. اوضاع خیلی خوب، اوضاع خیلی عالی یک تله است. برای اینکه تغییر نکنیم، برای اینکه به فکر پیشرفت نباشیم. هر وقت اوضاع خوب بود بگو چطور میشه از این بهتر بشه، چطور میشه باز از این ساده تر، باز از این زیباتر، باز از این قشنگتر، باز از این پول سازتر باشه. و مطمئن باش راه حل‌های بهتری هست. نگاهت رو به جلو باشه، متوقف نشو، هر روز به فکر پیشرفت باش. هر روز این سوال اساسی رو از خودت بپرس، چطور از این بهتر، چطور از این بهتر. به وضعی که هستی قانع نباش، نذار این وضعی که هستی تو رو از موفقیت دور کنه. این مثال معروف قورباغه رو یادتون باشه که وقتی قورباغه رو توی ظرف آب میذاری، توی ظرف آب جوش بندازی، به سرعت از ظرف آب جوش میپره بیرون، چون تغییر رو احساس میکنه، چون دمای زیاد رو میفهمه. اما اگر همون قورباغه رو توی ظرف آب معمولی بذاری و زیرش رو روشن کنی و آروم آروم آب رو گرم کنی، قورباغه توی اون ظرف میمونه تا بمیره، تا بپزه و هیچ حرکتی نمیکنه، هیچ تغییری نمیکنه، چون تغییر دمای آب داره آرام آرام اتفاق میفته و بدن قورباغه نمیفهمه که داره این دما برای بدنش مضر میشه، داره بهش ضربه زیادی میرسونه. همه آدما همینجورن. همه آدما، چرا من تو این فضا دارم این فایل آماده میکنم؟ بخاطر که آدمای زیادی رو ببینید، آدمایی که میذارن تا جهان با چک و لغت مجبورشون کنه که تغییر کنن، آدمایی که هیچ وقت تغییر نمیکنن تا کنار جوب بمیرن، و آدمایی که قبل از این که شرایط سخت بشه خودشون دست به تغییرات میزنن. خود دست به تغییرات بزن. زندگی من گواه اینه، پیشرفت من گواه این موضوعه. گفتم بهتون در شرایطی من ایران رو ترک کردم که همه چیز برای من عالی بود. همه دوستانی که با من در ارتباطن میدونن که چقدر اوضاع در تمام ابعاد، دوستایی که داشتم، ارتباطایی که داشتم، درآمدی که داشتم، موقعیتی که داشتم، چقدر عالی بود. اما من دوست داشتم توی دریا شنا کنم، دوست داشتم توی اقیانوس شنا کنم، نه توی برکه. دوست داشتم بیام این پیغام به تمام مردم جهان بگم و برای این کار باید حرکت می‌کردم، باید زمین بازی خودم بزرگ می‌کردم، باید زبان انگلیسی رو یاد می‌گرفتم، باید کار می‌کردم روی حوزه‌های مختلف، روی خودم کار می‌کردم، باید می‌مدم با آدمای موفق کشورهای دیگه مصاحبه می‌کردم، باید بررسی می‌کردم زندگی اونا رو، باید قوانین جهان رو توی ملیت‌های مختلف بررسی می‌کردم، بعد به اونها آموزش میدم و تاثیر این آموزش‌ها رو در زندگی افرادی خارج از کشور خودمون هم می‌دیدم. به خاطر این من این کارو کردم و امیدوارم که تونسته باشم توی این فایل اون نکته مهمی رو که همیشه به دنبال بهبود باشید، همیشه به دنبال شرایط بهتر باشید و هیچ وقت اگر شرایطتون خوبه، شرایطتون نرماله یا شرایطتون ایدئاله، گول این شرط ایدئالو نخورید.